امام 2 بار این قصه رو گفتن، فرمودن کاری نکنیم امام زمان به خاطر ما پیش خدا خجالت بکشه، چون ما رعایای و حضرت هستیم. بعد یه غلامی خطا بکنه صاحبش تو محل سرفکنده میشه. بعد یه قصه هم گفتن، اون قصه ای که اون صاحب خانه غلامی داشت، غلام غذا می آورد، هم بد کار میکرد، اینم هی سرش داد میزد، حرف میزد به غلامه. یه دفعه دید تو کوچه داره سر صدا میاد، صابخونه رفت. بعد چند دقیقه برگشت، نامردا غلام من دارن میزنن، زدم لطو پارشون کردم. مهمان برگشت گفت الان داشتی به غلامت بد و بیرا میگفت، یا رفتی ازش دفاع کردی؟ یه دفعه این ارباب صداش عوض شد، گفت خب آخه اونم کسی غیر از من نداره، من ازش دفاع نکنم. گناه میکنی باید چکار کنی؟ ان بینی و بین الله ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم. میفرماد صاحبت ازت راضیه، این حسه بیدار میشه. این حسه عامل خوشبختی انسانه، حست صاحب داشتن.